تند فیلی بیدار از فیلی بدی تو داد و فریاد در عهدی تو هست خاطرم شد از یاری کهن نمی کنی یاد این پیشه نو مبارکت ای سرویس من بری قبا پوش کردی تو منی حزین فراموش با غیر پیاله میکنی نوش فریادی کسی نمی کنی گوش پیشی کی کنیم از تو فریادم تا بر سری راهی تو نشستیم از نیک و بدی جهان برستیم از جامی محبتی تو مستیم با دولتی بندگیت هستیم از خواجگی دو عالم آزاد وای فراشی رهی خداست جامی همونی سو رهنماست جامی مرغی چمنی وفاست جامی سر حلقه اولیاست جامی در دامی غم و بلا بیفتاد وای شماتون بخیر تماشاگران عزیز، با نشر تازه برنامه خاطره ها روی اکران هایتان پدید آمده و این برنامه قرار است اطراف یک نفر از آهنگسازان، یک نفر از موسیقی شناسان و یک نفر از هنرمندان حرفه‌ای صنعت کسبی تاجیک حرف بزنیم، زیرا نقش او در رشد موسیقی سنتی تاجیک شش مقام خیلی زیاد است و در ابتدای برنامه نیز شما نیز یکی از آفریده های زیبای استاد را شنیدید. این نفری
زنده یاد این شخصی حرفه‌ای و این نفری که در صحیفه های تاریخ موسیقی تاجیک برای همیشه اسمش ثبت شده است صادقخان حافظ است. و امروز در برنامه ما قرار دارد دلی رسولوف استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان و قرار است اطراف آفریده های استاد، اطراف زندگیشان، فعالیتشان حرف بزنیم و البته یک چند آفریده های استاد را در همینجا بازخوانی کنیم. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. سراول من سلام خود را به تمام بینندگان تلویزیون سفینه میرسونم و خیلی خرسندم که مرا دعوت کردید و باوری دارم یک برنامه خوب دیدنی داشته باشیم. و ببینید ما اطراف یک شخصیتی حرف میزنیم که هنگامی که اون نفر دنیا رو پدرود گفتن ما در دنیا نبودیم. اگر خطا نکنم سال 1921 یا 31 از دنیا 31 از دنیا گذشتن. یعنی فعالیتشون راست می آید به آخرهای سالهای 1800 و اولی سال 1900. اما اسمشون رو ببینید که امروز چند نسل بعدی استاد دربارهشون حرف میزنن، آفریده هایشون رو میخوان، آفریده هایشون رو میآموزن. از اونجا خود شما کی آگاهی پیدا کردید به آفریده هایشون و کی پیشنهاد کرد؟ آگاهی یافتن از آهنگ های استاد صادقخان حافظ از وقتی از ایامی بچگی کودکی در تحصیل کردن در وقتی مکتب موسیقی و بعدا در کالج صنعت صادقخان حافظ و کنسرواتوری ملی می باشد. میدونید یک چیز رو قید کنم باید که محض سرودهای استاد امروز برای دانشجویان یک دستور عمل شده است. بزرگی ایجادکار یعنی که همون سراینده بود که تا امروز آهنگ های آن شخص تا به ما آمده رسیده است. صادقخان حافظ در شهر خوجند تولد شدند. اولا دوتار نوازی رو می آموزند و بعدا اسباب تنبور رو و همزمان سرایندگی رو می آموزند. در جوانی الکی با آموختن علم شش مقام آغاز نموده الکی سرودهای شش مقام رو در جوانی می آموزند و برابر آموختن سرودهای شش مقام الکی به ایجاد رو آورده سرود هم ایجاد میکنند و دیر نگذشته شهرت سرایندگی و سرودهای آن کس نه اینکه در تاجیکستان و بیرون از اون در جمهوری ازبکستان و همسرحدهای ما پهن میگردد یعنی که مشهور میشوند. اکثرا گیریم در خوجند فعالیت کردن، در اونجا حیات به سر بردن، اما آوازه هنرشون، آوازه مهارتشون خوب گفتید که نه تنها تمام کشور رو فرا گرفت بلکه بیرون از مرز هم رفت. میخوام درباره همین ترانه‌ای که این حال آوازخوانی کردید درباره همین ترانه درباره نفوذ همین ترانه حرف بزنیم. مراتب اول شما همین ترانه رو در کجا تمرین کردید؟ ترانه‌ای که من اجرا کردم سفتی بفری صادقخان بود. غزل از جامی بود. عموما استاد صادقخان حافظ برای ایجاد سرودهای خود بسیارتر از شاعران کلاسیک استفاده بردند. سرود رو من هنگام دانشجوییم در کالج صنعت به نام صادقخان حافظ آموختم از استاد خود جوریبک نبیف. استاد جوریبک نبیف یکی از دوام دهندگان مکتب صادقخان حافظ گوییم هم خطا نمیکنیم، زیرا یک چند اثرهای صادقخان حافظ رو اون کس بازخوانی کردن و ثبت هم کردن. وقتی من این سرود رو بار اول شنیدم بعد از استاد خواهش کردم که استاد این سرود رو با من آموزانید و همین بود که سال 2014 در یکی از کنسرت ها که 80 سالگی کالج رو جشن میگرفتیم من محض همین سرود رو با خود استاد جوریبک نبیف در نزد تماشابینان سراییدیم. خب و بسیار یک خاطراتی زیاده دارد این سرود. وقتی که این سرود رو اجرا میکنم همون ایام دانشجویی به خاطر میرسد، ایام جوانی به خاطر میرسد، ایام تحصیل در یک مؤسسه‌ای که نام همین استاد رو دارد، یاد استاد رو دارد، آفریده های استاد من گمان میکنم همونجا بیشتر صدا میدهد. میتونه؟ بله در اونجا بسیارتر همون سرودهای استاد زیرا کالج صنعت به نام اون کس. بله.
و بیاید در ادامه یک ترانه دیگر یکی از آفریده‌های دیگر از استاد پیشنهاد کنیم. چرا انتخاب میکنید؟ کریم قلبگی صادرخان. این سرود نیز مثل سرودی اولا مانند میباشد. عموما آهنگ‌های ایجاد کرده استاد یک مکتب و یک روش یک رویه خود را دارد که از دیگر سرودهای استادان دیگر فرق میکنند. و بیاید همین ترانه را خوانیم بعدا درباره همین مکتب حرف بزنیم. افسانه شب در خوابی دیدم پاسبانش را روم آمدم به کامی روم آمدم به کامی دل ببوسم آستانش را پس از مردن عجب نبود کی مجنون باز جان یابد سگی لیلی اگر روزی ببوید استخوانش را بود بی کاکلش در روز هجران دل سراسی من چو مرغی کام به شب گم کرده باشد آشیانش را چو مرغی کام به شب گم کرده باشد آشیانش را گدای را چه هدی آن که باشد شود عاشقم چو شاهانم در خدمت سگانی آستانش را همایون آنچنان گم کرده پی در وادی هجران چو پیدا نیست چندانی که می جویم نشانش را تماشاگران عزیز، شما برنامه خاطره ها را دیده ایستادید و ما امروز برنامه یاد می‌آوریم از هنرمندی برجسته تاجیک، از حافظی زنده یاد صادرخان حافظ و امروز در برنامه ما قرار دارد دلی رسولوف استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان و یکی از آفریده های باز هم زیبا و خاطرمان استاد را بهر ما و شما
بازخوانی کردن من باور دارم که همون گونه‌ای که برای من تاثیر رساند دلهای شما را نیز به تحریک درآورد. زیرا دلیر خیلی زیبا این ترانه را اجرا کرد. یکی از ترانه‌های معروف استاد است که خیلی زیاد آموخته می شود و خیلی زیاد از جانب استادانی شش مقام آموزانیده می شود. و ما قبل از خواندن این ترانه درباره مکتب استاد گفتیم و واقعا هم مکتبش فرق کننده است. یک شیوه خاص است. در یک نظر گمان میکنی که همه ترانه ها در یک موسیقی هستند، به یک سمت هستند. اگر توجه نکنیم گمان میکنیم که همه ترانه ها یک ترانه است. اما نه، آفریده های استاد فقط توجه رو طلب میکنند که با توجه این ترانه ها رو باید گوش کرد. برای شما چه اهمیت دارد همین مکتب؟ فرقیت همین مکتب از دیگر استادانی که در ژانر شش مقام است برای شما چی است؟ چگونه فرق کننده است؟ میدونید صادرخان حافظ یک چند استادانی که گذاشتند، مثال میگیریم حاجی عبدالعزیز رسولوف، صادرخان حافظ، لیوی بابا خانوف و دیگر استادانی برجسته ملت تاجیک که همون زمان زندگی کردند، ایجادیات استاد صادرخان حافظ از آنها فرق میکند. در سراییدن هم اگر احساس کرده باشید در بین همون دانی که در اوج سرود بعد از خواندن اوج سرود یک دو سه مصرع استاد خیلی میگیم شهد میگوییم که در زبان شش مقام ریز میگویند، ریز را استفاده بردند. این یکی از فرقیت ایجادیات استاد از دیگر استادان سند می باشد که در قریب که اکثریت آهنگ هایشان استاد همین چیز را استفاده بردند. و بعدا سرودی که اجرا کردم چرا محض با اسباب تنبور تنها اجرا کردم، برای آن که محض استاد با نواختن تنبور نیز مشهوریت داشتند. یعنی که دورهای پیش با آن همین اسباب موسیقی تاجیکی که تا زمان ما آمده رسیده است، در همون زمان بسیار با تنبور خواندن مشهور بود و معمول بود. بیشتر با یک تنبور برآمد. بله، انا همین استادانی که هستند، حاجی عبدالعزیز رسولوف، صادرخان حافظ، لیوی بابا خانوف، اینها حافظان درباری بودند. و واقعا هم ببینید ما از یک شخصیتی حرف میزنیم که امروز هنرش اعتراف شده است، هنرش دستگیری یافته است که اینقدر ترانه‌هایش شان را در مایسه های موسیقی می آموزند. و از نگاه شما یک هنرمند باید چقدر مهارت داشته باشد که ترانه‌هایش تنها گوش کرده نشود، شنیده نشود، آموخته شود. زیرا که در نتیجه آموختن اون ترانه صد ساله‌های دیگر باقی میماند. بسیار درست قید کردید. تمام استادان بعد از به یک سطح رسیدن، نه سطح معین رسیدن، بعدا به ایجاد شروع میکردن. اول میآموختند، پورا شش مقام رو میآموختند، سرودهای دیگر رو میآموختند و البته پخته رسیدن این ژانر را که پورا از خود کردن. بله، شش مقام بسیار یک بحری بیکنار است. چقدر که آموزید همون قدر غوطه میزنید. و یک چیز دیگر رو باید قید کنم که شخصی که شش مقام رو پورا از خود میکند و میآموزد، الکی و برای ایجاد کردن برای او آسان میگردد. البته یک شخصی کامل است. بله، در همین ژانر ابتاب یافته. مثلا ما شنوندگان در هر حالت حیات، مثلا یک لحظه به کنار آرامش میرویم، یک لحظه تنتنه بهار و سرود و ترانه است در ترانه های شش مقام. اما برای هنرمندان این ژانر این کسب است. این یک شاخه علم است، علمی صنعت است که باید آنها آموزند. البته شش مقام علم هست. این فکر میکنم برای آموختن آن یک سال دو سال این کفایه نمیکنند. یک مقولم هست که از گهواره تا به گور بیاموز. شش مقام نیز نمیخیل است. چقدر که آموزید وای با سیر و اسرار خود رو برای انسان کشودن می شود. بله. و چون ما از استادان صنعتی تاجیک گفتیم، از همون نفرانی که واقعا هم در همین ژانر چقدر اثرهای به یادگار ماندن، خود شما که حالا جوان هستید و برابر آنه که در کنسرواتوری ملی تاجیکستان
همچون استاد فعالیت میکنید. ما میدونیم که در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنید، یعنی فعالیت شما فراختر است. البته نظر خود را دارید، دید خود را دارید، چقدر آفریده های استاد در نزد شما نفوذ دارن، قدر دارن، چقدر احترام قائلید به آفریده های استاد؟ البته با آفریده های تمام استادان من بسیار اعترافی بلند دارم. هر یکی آنها رو احترام میگذارم و خصوصا آهنگ های ایجاد کرده استاد را نیز، استاد صادرخان حافظ را نیز بسیار یک احترام خاصه دارم و سرودهای استاد رو من پیوسته در چهاربینی ها، در معرکه ها نیز میسرایم. از قبیل یک سرودی استاد هست، افسوس که ما در امروز در برنامه نآوردیم، چون من خواستم سرودهایی که صدا ندادند آنها رو آماده کنیم و به تماشابینان پیشکش کنیم. یک سرود هست شوقی صادرخان با یک کرشمه زلیخا. انا همین سرود رو نه تنها در تاجیکستان، در ازبکستان با انا همین محض زبان تاجیکی میسرایند. این یک این از دیگر قدرتی مهارت، بله قدرتی مهارتی استاد است که هم مضمونی بلند دارد، هم آهنگی والو دیده می شود، هم ناله های پرپیچ و تاب در انا همین آهنگ دیده می شود. و معلوم است که مثلا در کارگاه ترانه های استاد رو تمرین میکنید، البته در محفل ها میسرایید، اما در خانه چی برای راحت، مثلا برای یک لحظه آرام بودن یا یک لحظه فراغت برداشتن برای خودتان با صدای استاد گوش میکنید؟ بله البته هم گوش میکنم هم میسرایم، برای اینکه شعرهایی که غزلهایی که استاد انتخاب کردن بسیار معنی بلند دارد و اگر شخصی که به معنای آن رود به وی یک روح الهام دوچند میبخشد، هم غذای معنوی از شعر میگیرید هم از آهنگ میگیرید. و بیاید در دوام برنامه یک ترانه دیگر پیشنهاد کنیم. سرود نوبتی فروغ شوقی صادرخان میباشد، غزل از هلالی. این سرود نیز بسیار یک تاریخی زیاد دارد، با شنوندگان نیز این سرود بسیار معمول و معروف است، در بسیار چهاربینی ها الکی سروده شده است و تا حال میسرایند. یک چیز رو باید قید کنم که از کلوار ایجادیات استاد صادرخان حافظ در کنسرواتوری ملی نیز با شاگردان ما می‌آموزانیم. بیاید ترانه را اجرا کنیم. ماه را منزل کجاست؟ منزلی او در دل است اما ندانم دل کجاست. جان پاک است آفرین رخسار از سر تا قدم، ورنه شکل این چنین در نقش آب و گل کجاست؟ ناصحان عقل از مقیمانی سری کویش مخواه. ما همه دیوانه ایم اینجا کسی عاقل کجاست؟ ما همه دیوانه ایم اینجا کسی عاقل کجاست؟
کسی آن جوانی خوب روی وان مرشدی کامل کجاست در شبی وصل از فروغ ماه گردون فارغ است این چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست این چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست چون هلال حاصلی ما در دیش آمد ولی ای یارم عشق بازان را هوای زودی حاصل کجاست عشق بازان را هوای زودی حاصل کجاست ما همه دیوانه ایم اینجا کسی آخر کجاست تشکر زیاد دلیر. سلام باشید. خیلی زیبا اجرا کردید. ترانه های استاد رو بدون مشکلی احساس میکنم که اجرا میکنید یا من خطا میکنم؟ البته بسیار وقتی که شخص به یک کسب و هنر دل میبندد و مهر میبندد و خواهش دارد مشکلی رو حس نمیکند. وقتی که خواهش هست و مشکلی حس کرده نمیشود. بله وقتی که بعضا ترانه های هستن که اونها رو بدون تمرین نمیشود اجرا کرده و در هنگام اجرایش خطاگی های زیاد میشود. از تمرین های پیوسته اون خطاگی ها برطرف میشود. بله. و اما ترانه هایی که از استاد شما اجرا کردید من گمان میکنم که الکی بعد یک مرتبه یا دو مرتبه اجرا کردن از خود کردید. بله باید یک چیز رو خواهی کنم که برای آمادگی این برنامه من با همکاران خودم با مطربان چیردست دیروز تمرین رو آغاز کردیم. یک بار سرود رو تکرار کردیم چون سرودهای استاد به همگان معلوم است و به همگان الکی شناس است و ساده و روان است. ساده و روان است. الکی تمام مطربان نیز این سرود رو به پرگی از خود میدونند از خود کردند و ما یک مرتبه آن رو تکرار کردیم و به این برنامه حاضر شدیم. ما در آستانه روز 6 مقام قرار داریم و طبیعی است که در همان صحنه برنامه های کنسرتی زیاد می شود، سمینار و مشورت ها زیاد می شود. من جشن 6 مقام است و برای هم مخلصان هم هنرمندان این یک روز خاصه است. هنرمندان خیلی سرکار می شوند و شما نیز به فکرم سر تردده. بله الکی ما تمرین رو آغاز کردیم در کنسرواتوری ملی بخشیده به روز 6 مقام. یک دو روز عید برپا میگردد. یک روز قسمت مشکلات و دویم روز قسمت نصری 6 مقام کنسرت برپا میگردد و الکی تمرین ها آغاز شدند و باید یک چیز رو قید کنم که محض در تاجیکستان 6 مقام رو جشن میگیرند، یعنی که 6 مقام روز خاصه دارد و این هم با تلاش و زحمت های پیشوای معظم ملت بود
که یک روزی تاریخی جدا شد برای شش مقام. یعنی که اون کس گفتن شش مقام باید یک روزی خود را داشته باشد و همه ساله جشن گرفته شود. بعد از به امضا رساندن فرمان پیشوای ملت در تمام منطقه ها انسامبل های شش مقام تأسیس داده شد. استادان درس شش مقام رو خوبتر جاری کردند و شش مقام عمری دوباره بخشید گوییم هم خطا نمیکنه. بله. و حالا که گفتیم در آستانه روز شش مقام قرار داریم دلیر، برای شما برای موفقیت میخواهیم بگذار که این برنامه کنسرتی که در پیش است به طب دلتان برگزار شود، زیرا که میگن اگر هنرمند از اون ترانه از اون آفریده که اجرا میکند به خودش اگر 100% پسند افتد، بعد 50% دیگر به تماشابین تاثیر میکند. بنابر همین هم برار میخواهیم و بگذار که از نتیجه این برنامه‌های کنسرتی شما قناعتمند شوید، شما و هم دوستانتان که خیلی مطربان جوان هستند اما در همین پیشه خود شخصان حرفه‌ای هستند که بارها در برنامه ما اشتراک کردند. از فرصت مناسب استفاده برده از نام خودم، از نام انا همین مطربان چیردست، تمام شنوندگان و دلباختگان موسیقی سنتی تاجیک شش مقام که در عرفه آن قرار داریم با این جشن بزرگ پرشکوه تبریک میگویم، تبریک و تهنیت میگویم و با تمام آنها هم شنوندگان هم هنرمندان آن عمر شش مقام رو آرزو دارم. زیرا که عمری دراز داره. عمری دراز شش مقام عصرهای هست تا به ما از عصرهای هست تا به ما آمده است، یعنی که عمری دراز دارد و من عمری انا همین شش مقام رو با تمام شنوندگان و هنرمندان شش مقام آرزومندم. تشکر زیاد علی. تشکر که این برنامه همراه ما بودید و تماشاگران عزیز، این برنامه خاطره ها بود و یادداشت میکنیم که امروز برنامه ما بخشیده شده بود به یکی از آهنگسازان و حافظان برجسته تاجیک صادرخان حافظ و در انتها برایتان برکت روزگار تمنا داریم و بگذار که موسیقی های سنتی تاجیک همیشه در خاندانتان صدا بدهند. خیر، با همراهی شما بودم زرین رحیمی.